امتحانات داره شروع میشه و تو استرس داری که نکنه نمره ریاضیت بد بشه و تو معدل تأثیر منفی داشته باشه. آروم باش، من اینجام تا بهت بگم چجوری ریاضی بخونی و تمرین کنی که نمره خوب و بالایی بگیری. این همون ویدیویی که اگر ببینیش و بهش عمل کنی خود آینده‌ات ازت تشکر میکنه. اول بیا ببینم چرا انقدر با ریاضی مشکل داری. واقعیت اینه که تو از ریاضی بدت نمیاد، از گیر کردن بدت میاد، از اینکه روی یه سوال 2 ساعت وقت بذاری بدت میاد. اما مسئله اینه که ریاضی یه مهارته، نه فقط یه درس. بیا توی 5 قدم بهت بگم چجوری برای همیشه ریاضیت رو درست کنی. قدم اول قانون جلوگیری از شلوغ شدن ذهنته. تو در اصل باید هر روز فقط روی یک مبحث کار کنی، نه چند تا مبحث مختلف، چون مغزت شلوغ میشه. اما لابد الان میگی نزدیک امتحاناتیم و فرصت کمی برام باقی مونده. اگه اینجوریه بیا یه روشی رو بهت بگم. تو روز هر چند ساعت که درس میخونی باید به پارت‌های مختلف تقسیمش کنی. یعنی مثلا ساعت 7 تا 9 یه پارت، 12 تا 2 یه پارت، 5 تا 7 یه پارت و همینجوری ادامه میدی. حالا بسته به ساعت مطالعه‌ات میتونی اینو فشرده‌ترش هم بکنی. اما مهم اینه بین پارت‌ها یه استراحتی هم به ذهنت بدی. در ضمن منظم بخون. 40 دقیقه اول ویدیو ببین و مفهوم‌ها رو درک کن و یادداشت برداری کن. 40 دقیقه دوم برو سراغ حل سوالات ساده و 40 دقیقه آخر برو سراغ حل مسئله‌های سخت‌تر. اینجوری مغزت فرصت داره تا پردازش کنه و مسائل رو یادش بمونه. اما این به تنهایی کافی نیست. همینجاست که میریم سراغ قدم دوم. دفترت رو ببند و سعی کن از حفظ سوالات رو حل کنی. بعد از اینکه تلاش کردی فرمول رو دوباره مرور کن. بعدم همون مبحث رو 1 روز بعد، 3 روز بعد و 7 روز بعد دوباره مرور کن تا تو ذهنت حک بشه. به این روش میگن یادآوری فعال همراه با مرور با فاصله. اما اینجوری شاید مغزت مقاومت کنه. همینجاست که وارد قدم سوم میشیم. روش هرم حل مسئله. اگه از همون اول بری سراغ سوالهای سخت، مغزت خیلی زود خسته میشه. پس باید مرحله به مرحله بری جلو. مرحله اول مثالهای حل شده رو بررسی کن و فرمول رو کامل درک کن. مرحله دوم سوالات ساده رو حل کن تا اعتماد به نفست بالا بره. مرحله سوم برو سراغ سوالات متوسط تا مغزت عادت کنه. و مرحله چهارم حل سوالات سخت. اینجوری یادگیری منظم‌تره، بنابراین استرس هم کمتره. اما همه اینا خیلی موثرن تا وقتی که اهمال کاری نداشته باشی. خب منم قدم 4 رو برای همین ساختم. اهمال کاری موقع خوندن درس کاملا طبیعیه. یه راه حل ساده بهت میگم. سخت‌ترین بخش انجام کارها شروع کردنشونه. یه تایمر 10 دقیقه‌ای بذار و برو سراغ درست. 10 دقیقه که تموم شد مغزت گرم میشه و به احتمال خیلی زیاد خودت هم میخوای ادامهش بدی. مهم اون حرکت اولیه است که ما از پسش بر بیایم. اما اگه باز این جواب نداد یه راه بیشتر نمیمونه. به آیندهت فکر کن. به چیزایی که میخوای از راه درس خوندن بهشون برسی. حالا بسته به علایق خودت. اما اگر همه اینا رو بدونیم و بازم از ریاضی بدمون بیاد چیکار کنیم؟ اینجوری که اصلا نمیتونیم بخونیمش. پس میرسیم به قدم 5 یا آخر. ریاضی هم مثل همه درس‌ها بخشی از مسیره. مسیر هدفی که داری. شاید از خیلی از درس‌ها بدمون بیاد و بگیم این به چه دردی میخوره آخه. همینطورم است. ولی وقتی میخواین به چیزی برسین، گاهن شاید با چیزایی دست و پنجه نرم کنین که ازش خوشتون نیاد. اما برای رسیدن به هدف و ساختن آینده باید انجامش بدین. یه تایمیه میگذره و میرین توی رشته‌ای که دوستش دارین و تخصصی توی همون رشته فعالیت میکنین. در نهایت استرس نداشته باشین. استرس نمیذاره کاری کنید. باعث پرش ذهنتون میشه و حتی نمیتونین 2 کلمه درس بخونین چون تمرکز ندارین. من خودم هم مثل شما میرم امتحان میدم. امیدوارم هممون بتونیم با نمره خوبی ریاضی و درس‌های دیگر رو پاس کنیم. الان وقتشه نفس عمیق بکشی و بری سراغ خوندن درست، چون چیزی تا امتحانات نمونده.